سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در بازار محلی شهر لنگرود. این بازار که همه روزه در کنار پل خشتی و البته مرکز شهر برگزار میشه و تقریبا تمام وسایل مورد نیاز خانواده در این بازار پیدا میشه. خرید انواع محصولات محلی و ماهی تازه از مزایای این بازار یا بازارچه هستش. مردم شهر لنگرود به خصوص فروشندگانش واقعا انسان‌های دوست داشتنی هستند و آدم از قدم زدن و تهیه ولاگ در این شهر لذت میبره. قبلا ولاگ مربوط به این بازار با حال و هوای عید نوروز رو در کانال قرار دادیم، لینکش رو براتون در قسمت توضیحات میذارم. همچنین شنبه بازار و چهارشنبه بازار هم در لنگرود در کنار پارک فجر و میدان لکلک از صبح تا ظهر برگزار میشه. همچنین جمعه ها از صبح تا غروب در همون مکان بازار هستش و ویدیو مربوط به جمعه بازار را هم قبلا در کانال قرار دادیم. همچنین لینک مربوط به رانندگی در شهر لنگرود، بازارچه ملات، پارک فجر رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدیم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. السلام.
آره کانالی قربانا امان آقا 20 تومن میوه امان آقا میوه 20 تومن امان آقا میوه 20 تومن بیا جان چی فهمیدی صدای کاری کردم برو ماشین باید رادیو آمریکا می نشون میده فیلم ویدیو دارن تلویزیون نه رادیو آمریکا اکبر سلام این عکسام بگیری این عکسام بگیر خودم بسی عکسو بگیر تم جا بفرمایید تم جا بفرمایید همه دولت تم جان پایانو من اینو بکن دوربینه شما جدیده آره از اینم بگیر برای شالیه دست داره پایین میخوایی؟ ارزون نگاه بکن این 25 رد 20 این 40 تومن 50 تومنی اینم 60 70 تومنه باید 2 4 6 70 تومنه 50 تومنه برم نه 20 تومنه
اونم دوربینه باره तो माधुर बने और क्या करूँ غذا نمیخوای؟ بیا آقا خربزه پوزه تو خربزه ولا داعي
عليكم بدل السر وكريم ايوه از نایه‌های مختلف